حاجی میرزا، خاله من 10 سال شد دیوانه کسل است. بعد اینکه بینیکی و طبابت را دست زد، اگر این کار را نکند گویا که جنها عذابش میدهند. نماز میخواند، روزه میگیرد. و این شما چی گفتنی هستین؟ مخلص شما از شهر دوشنبه. برادرای عزیز و گرامی، یعنی البته این حقیقت دارد، وقتی که جنها گویم خوازن باشد، خوامرد باشد، وقتی با او وارد میشوند، وقتی با او داخل میشوند، یقین او را در این کار بینیکی و فالبینی دلالت میکنند. اگر تو بینیکی و فالبینی را به عهده نگیری، به گردن نگیری، تو را قتل میکنیم، تو را نابود میکنیم. پس این مجبور میشود که دست بر این گناه زند و او گویم که طبیب میشود، او گویم که بینوک میشود و فالبین میشود. لیکن اصلا وای طبابت کردن نمیدهد. وای خودش بیمار است، اون چگونه شما را طبابت میکنه؟ وای خودش گویم که جین زده است، وای جین شباید برآوردن در کار. از این خاطر این شخصی که بینیکی و گویم فالبینی و دیگر کارهایی را که جنها پیشنهاد میکنند قبول میکند، این بنده در پیشگاه خدا گناهگار است. البته برادر عزیز، تو را هیچ وقت گویم که جان تو در دست الله است. جن تو را آزار میدهد، جن تو را عذاب میدهد. لیکن دادرای عزیز، شما وقتی میبینین همین گونه دردها را مراجعت کنین، به ما مراجعت کنین، ما برای شما توصیه دهیم که چیکار کردن در کار. امروز آدمای همین جنوره خیلی زیاد شدگیان. راههای طبابت دارد، راههای خلاصی از این دارد. شما در حال ویا برده و مثال همون اکالهایی که 3 روز و 4 روز ویا مثال گویم بهنگ میکند، گرنگ میکند، خوابش میکند، با اونها استفاده نبرین. راههای دارد. این قرآن شفا است. برای همین مراجعت کنین، انشاءالله ما برای شما توصیه های خوب میدهیم. و امروز 10 صدها آدم باور کن تلفن میکنن، ما برای اونها راه ها نشان میدهیم که با این بیماری هاشون چیکار کنن. برای همین این شخصی که بینوک میشود، فالبین میشود، این طبیب نیست. برعکس کسی پیش این میرود، باور کنین وای حتمی از اونجا جین میگیرد، باز وای برای تو با جین میدهد. از این خاطر شما خودتان به دست خودتان باز بیمار نکنید. یک برادر در دوشنبه برای من حکایت کرد که بسیار مادرم ناراحت بود، هر گونه دردها را حس میکرد، هر چیزها در چشمش نمایان میشد. بعدن گفتن در فلان محله یک فالبین است و او نام طبیبی دارد و مادرم بسیار مجبور ساخت که مرا پیش وی برد. میگوید وقتی من مادرم بردم، مادرم جین نمیبیند، آدمی سالم و سلامت نمیبیند. ولی شما درباره جن تصورات نداریم برادر عزیز. حالان که در قرآن مخصوص به نام جن سوره آمدگی است و الله در قرآن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میگوید ما طایفه مردم و طایفه جن خلق کردیم، آفریدیم تا که پروردگارشون عبادت کنند. یعنی چگونه که شما خدا را عبادت میکنین، جنها هم خدا را عبادت میکنند. چگونه شما زن دارین، فرزند دارین، جنها هم زن و فرزند دارند. از این خاطر از عالم جن شما بی‌درک هستین. لیکن اونها در حالتی که آدم بسیار از ذکر خدا دور شود، در شما وارد می شود، یا آدم غضبناک می شود، در شما داخل می شود، یا آدم وقتی شهوتش بسیار داشته نمی تواند، این حالت هم در شما وارد می شود، یا حالت های زنا، حالت های عرق نوشی، این حالت ها در جنها در شما وارد می شود.